بچه‌ها سلام، خیلی خوش اومدید به چنل من علیرضام و تو این چنل میخوام به سریال‌های کره‌ای کی دراما ها ریاکت برم. من یه کی دراما فن خیلی بزرگ هستم، البته که 2 ساله 2-3 ساله خیلی جدی دارم میشینم کی دراما میبینم. در نتیجه تو این بازه زمانی خیلی کی دراما های خوب و از دست دادم. اگر شما هم میشناسید حتما تو کامنت ها بهم معرفی بکنید. حالا فعلا فعالیت اصلی این چنل قرار ریاکت به کی دراما ها باشه و احتمالاً بعدش کی پاپ هم ریاکت به اونا و موسیقی کره هم اضافه بکنم، ولی همینه کلا احتمال خیلی زیادی. و یه نکته دیگه هم که هستش اینه که این اولین چنل من نیست، من یه چنل انیمه هم دارم که تو اون به انیمه ها ریاکت میرم هر روز. اگه خواستید اون طرف میتونید اونم سابسکرایب بکنید، براتون لینکشو پایین میذارم. اینجا هم خلاصه اگه میشه کلی سابسکرایب کنید، حمایت کنید و تو اینستا هم فالو کنید و از این داستانا. و خلاصه اینکه همین دیگه. من اولین سریال چنل رو میخوام فعلا چندتای اول رو میخوام 2-3 تا از اونایی که خیلی دوست دارم و بهتون معرفی بکنم و در حقیقت یه جورایی باهاتون بشینم از اول ببینمشون و ریواچشون کنم. و نکته‌ای که هستش اینه که خب من دیتیل اینا رو اصلا یادم نیست، چون بیشتر از 1 سال پیش دیدمشون. خیلی هم خودم رو کنترل کردم که برای بار دوم نشینم ببینمشون، چون میخواستم که دیگه برای یوتیوب حفظشون بکنم و برای این چنلم. ولی الان میخوام دیگه بشینم با شما ببینم و خلاصی کلی خوش میگذره. سریال اولی که میخوام چنل رو باش شروع بکنم و ریاکت برم باش، اصلا یه سریال مورد علاقه منه. ببین این سریال انقدر قشنگه، انقدر خفنه که حد و اندازه نداره. اگه ندیدینش حتما ببینیدش، بعدش بیاید ریاکت های منو بهش ببینید. اوکیه اگه اوکی نباشی یا it's okay to not be okay، ببین این سریال انقدر قشنگه، انقدر بازیگراش خوشگلن. اصلا من رو جفت نقش اصلی این دوتا دون عزیز کرای زنم مجبور، یعنی نگم براتون. هم دختره خیلی خوبه هم پسره خیلی خوبه، اصلا انقدر به هم میان. موسیقی متن این سریال، داستان این سریال، لوکیشناش، کیفیتش اصلا عالی، اصلا خلاصه یه چیز عجیب غریب. یعنی با بهترین سریال میخوام چنل رو شروع بکنم. احتمالاً اینجوری میشه که من 3 قسمت مثلا یه سریال رو میبینم، مثلا 3 تا از این میبینم میذارم چنل، بعد 3 تای بعدی از یه سریال دیگه هست، مثلا بعدی و یه سریال دیگه است، دوباره برمیگردم این. خب یعنی شاید هر شب یه شب در میون، 2 شب در میون برسیم به اوکی تو اوکی نباشی و اینا. و خلاصه همین دیگه، بیشتر از این صحبت نکنم. فقط چند تا نکته رو بهتون بگم. یوتیوب چون کپی رایت میزنه، من سرما هم خوردم الان، ببخشید. یوتیوب چون الان کپی رایت میزنه روی ویدیوها، من باید تا حد امکان ویدیویی که اینجا از سریال میذارم و هم کم رنگش کنم هم صداشو بیارم پایین. ولی شما اگه با هدفون گوش کنید صدای سریال رو میشنوید و زیرنویسش پررنگه، زیرنویس رو میتونید کامل بخونید، ولی تصویر تا حد امکان باید کم رنگ باشه که یوتیوب برام کپی رایت نکنه ویدیو رو و اون موقع مجبور میشم ویدیو رو پاک کنم. یه نکته دیگه هم این که چون سریال‌های کره‌ای هر قسمتش خیلی طولانیه، 1 ساعت به بالاه، منم برای اینکه نه ادیتش خیلی بخواد طول بکشه، نه حجم اینترنتش اذیتم بکنه، نه برای شماها دیدنش خیلی سخت باشه، تا حد امکان ویدیوی ریاکتمو میچلونم. خب یعنی اگه 1 ساعت سریاله، یه قسمتش 1 ساعته، من سعی میکنم ویدیویی که تو یوتیوب آپلود میکنم بین نیم ساعت تا 50 دقیقه باشه. بستگی داره اون قسمت چقدر جایی داشته باشه که اتفاق خاصی نیفته یا من ریاکت خاصی بهش نرم. خواستم اینو بهتون بگم که در کل اگر که سریال رو ندیدید، اول برید ببینیدش، بعد با ریاکت منو بهش ببینید، چون اون وقت اینجوری چیز میشه. شاید خیلی از جاهاش که باحال باشه به نظر شما رو من تو ویدیوی اینجا حذف کردم، بعد سریال رو ناقص خودتون دیده باشید. اینم از این نکته. خیلی جالبه که میگن هر قسمت این سریال از یکی از داستانهای اصلی الهام گرفته شده، مثلا راپانزل و سیندرلا و اینا. پسر قشنگمی، وای پسر خوشگلم اینجاست. بچه این حالت ها هم من دیدنش کاملا طبیعیه، بهتر از همین الان عادت بکنید، من خیلی ذوق میکنم براشون. دیدن یه صحنه ها خیلی سخته خدا وکیلی. کاش دستمالا رو آورده بودم اینجا. رو گریه مگه گرفت. وای خدا همش نگران داداششه.
خیلی کیوته خدا نگاش کن چقدر کیوته خاک برسنم. وای وای خدایا خیلی سخته نگهداری از این افراد. نمیدونم، من که تجربهش رو نداشتم. حالا شما اگه داشتید میتونید بگید توی کامنت ها. میدونی خیلی گوگلی هن، دنیاشون خیلی گوگلیه، ولی خب خیلی نگهداری ازش سخته. این بچه هم انقدر تحت فشاره ها الان. باید باش مهربون باشی همیشه، من یعنی ناراحت میشه عصبانی میشه اصلا دارم نمیتونمشون کلن. بچه خیلی جذابه، جذاب بودنش داره رو سکته میکنم نگاش کن. وای وای خیلی خوبه. خدا اوی خدا تازه دوتاش بزرگی هم هستشون. و اینجا رسیدیم به بانو. بانو ستا ببین بانو ابهت ببین بانو اصلا خیلی خوبه. بانو اصلا دارم بانو رو نمیتونم. بانو عالی می نوازد. قشنگ این تایپ هست که مثلا میگی بیا رو کمرم را برو. میدونی چی میگم؟ تو رو خدا بخاطر این حرفا منو چیز جدی نگید. حرف من چرت و پرت زیاد میگم خیلی. نه اوه ببین دیگه ریدی تو اعصابش. چقدر چقدر ترسناکه. ببین بچه رو بچه رو فراری داد. وای زنی که زنی که داری چیکار میکنی؟ من اینجا هدفون دارم. بکنم چاقوهای تیزشون بود. آره
خیلی سایکوه، من اصلا از این خیلی خوشم میاد. خیلی خوبه، اصلا دارم نمیتونمش باید. گنگش خیلی بالاست بچه ها. موسیقی متنای این سریال فوق‌العاده است، اصلا دارم نمیتونم بگم بهتون. خیلی خوبه. وای وای وای، نکنه این کارو با من، نکنه این کارو با من، طول سگ نکنه این کارو. داری چی کار میکنی؟ زودتر لباستو بپوش. دارم نمیتونم. فکر کن این بچه نه تنها داداشش رو تو زندگی واقعی هر روز هندل میکنه، بعد که پرستار این مراکز درمانی این شکلی هم هست که صبح تا شب با این افراد سر و کار داریم، واقعا اعصاب فولادینی داره ها. خیلی کیوته، اصلا دارم نمیدونمش. داداش تو رو خدا. نه ببین داری بیشور رو پسر خوشگل من بالا میاری آخه. چه تمام نمیشه. خیلی داره عذاب میکشه، خیلی خوبه. چرا همیشه خوشگلا بعد عذاب بکشن؟ نزن خوشگلمو. اوه ریده. وای ریدی ریدی زایدی. وای این بیمارستانه خیلی جای خوبیه، واقعا دارم میخواد اونجا بستری شم. پتانسیلش هم دارم که اونجا بستری شم. اوکی. ببین ببین
좁혀다니까 그거 맞추는 1번 한탕 털어먹고 BJ들한테 뻥 다니는 거다. 2번 내가 큰 사고를 쳤는데 수사방을 피해서 위장 취업을 하는 거다. 3번 가는 병원마다 환자 간호사 안 가리고 호소대다가 풍기물약으로 쫓겨나는 거다. 뭐 이거? 저는 3번으로 하자. 자, 그럼 정답은 4번. وای 맛있다. عزیزم اگه علاقمندی پیشه خاک به سرم وای ای خدا ای خدا 아주 그거 먹지. 어제 반찬도 다 사와놨잖아. 뭐하고 있어? 스케치북 놔두고 또 그 여자 동화책 읽으면서 얘기 아니고 공룡 같다니. کمونیونگ 그래요. 오늘 우리 병원에 올 때한테 소아병동 애들한테 동화책 읽어주는데 어? 잠깐만요. وای 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 숨 크게 세워주시오. وای کلوچه 잘 들어. 형이 지금 수건에도 여기까지 오게 되면 늦어. 그리고 거긴 소아병동 애들만 들어갈 수 있어. 근데 형은 애 아니잖아, 그치? 내 마음이 죽었어. وای 그치? 어른이지? 대신 상황 봐서 내가 사인 받아줄게. 얼굴은 한 번 보면 끝인데 사인은 평생 남잖아. 그럼 둘 중에 뭐가 더 좋아요? ای خدا گولش زد موفق شد گولش بزن 공원이 좋아, 공원이 좋아. مشخصه که دوست داری میشه رو گذاشت تو کادر دوربین وای خیلی مشخصه دوست داره از حجم علاقه که داره میشه فهمید قشنگ مشخصه 틴트 빼고 다 싫어해. 왜냐면 좋아. 세상에 그래. 야, 너도 오래오래 산다. چه جمله قشنگی گفت اگه میخواید زندگی طولانی داشته باشید ساکت بمون وای وای جلوی ببین جلوی تابلوه داره سیگار میکشه خیلی خوبه من اجازه داره گله رو پرپر میکنه وای 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 این دوتا همدیگه رو دیدن خیلی خوبن وای 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 이거 쳤대는데 아니 달라는 게 아니고 끄세요. 아직 잘 치는데 왜 금연경이니까 끄세요 안 해. وای خیلی خوبه اصلا دارم نمیتونم بشنی اصلا دیگه بد به چه خاصی تو وجودش نمیدونی به اهمیت نمیدم برو بمیر بدبخت خاصیه میدونی شروع شد تیپیکال کیدراما زیر شکوفه گیلاس 40 دقیقه الان با هم چشم تو چشم میزن بعد عشق در یک نگاه اتفاق میفته و اصلا اینجوری هم که او مای گاد وای چقدر گوشواراش خوبه 뭐요? من اعتقاد ندارم شما دارین وای
خیلی بد بود، خیلی بد رید بهش. حالا خوبه نوشیدنیش تهش هم بود. خیلی خوبه. وای چه جالب، از چه کد جالبی استفاده میکنن برای چیز که مثلا بقیه مردم پنیک نکنن یا هر چی. حتی جلوشون نباید رفتار چیز داشته باشید، چجوری صورتش آروم کرد یا چی. تموم شد. آقا این خیلی خوبه. کاش دیدی میگن کاش تب کنم پرستارم تو باشی، کاش دیوونت باشم پرستارم تو باشی. شت. وای بچه‌شو دزدید. وای اصلا اعصابم خورد شد. همیشه یه اسمش روشه کی دراما، یه درامایی همیشه باید پیش بیاد تو این سریاله. و چه بیشتر صاحب اونجا. بابا خدایا خیلی خوبه. ببین اصلا لفظایی که میاد و خیلی دوست دارم. راست میگی، برای چی بچه رو علکی میخوای ببری اون دنیا؟ شت، چاقوش افتاد بیرون. آه کیف خودش بود اصلا. بابا حالا درست خفنی گنگت بالاست، ولی یه دختر نیقلیون که بیشتر نیستی، چیزی فرض کردی که اینجوری رفتی جلوی یه سایکو روانی. دخترمو خفه نکن. این واقعا این تفکر رو من نمیتونم بفهمم که خیلی اینو دارن این تفکر رو تو دامه جای دنیا. بچه خودم هر کاری دلم میخوام میتونم بکنم. امکان نداره قسمت یک کرکتر اصلی رو بکشن. اوه پس برای همین از باباش انقدر بدش میاد. وای اوکی، ولی جدی جدی داشت خفش میکرده. واندرلند.
ببین بلده ها پسرم قنده اصلم تیپیکال سریالای کره ای وقتی یکی گیر میافته همتون رو میکشم، همتون رو جر میدم، همتون پشیمون میشید. داداش تو دیگه خیلی خشنی. جان دستشو تو رو خدا الان زخمی هم شد. وای وای چه صحنه ای. من بودم نمیگرفتم دستم ما جلوش. خیلی خوبن اصلا من دارم نمیتونم. یوری تپ چاقو رو زد کم دستش. الان 40 دقیقه چش تو چش میشن. ببین الان نیم ساعت اینا همینجوری هم تو همین پوزیشن. اونم انگار نه انگار انقدر کف دستش جر خورده ها. خیلی خوبه. تموم شد. چی شده؟ ای وای دستش بکنم بخیه میخواد الان. ای 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 قنده اصلا رو زخمی کردی زنی که. چاقوشو دوست داشت. او مای گاد. وای قطعا دومی. دین دین. این آهنگش خیلی خوبه بچه ها اصلا یعنی این آهنگش خیلی دوست دارم یعنی واقعا کلا گفتم موسیقی متن این سریال دیوانه کننده است. شما دومی. راستی نمیدونم دقت کردیم به داستانی که داشت تعریف میگن راجع به اون پسره. داستانی که می‌نویسه خیلی ترسناکن واسه سن بچه‌ها. بچه هر روز دعوا میکنه. قنده اصل هر روز داره دعوا میکنه. قنده اصل هر روز داره زخمی میشه. آقا خیلی قنده. وای با همه چون میخوان سر این قنده اصل بشکنن. چرا نمیتونی؟ اگه یارو تازه وارده پس ریده دیگه باید بندازی گردن اون. قنده اصل یارو رو گرفت دختره رو قبل نجات داد. این
اون یکی دختران هم چاقو زد بهش، حتی زخمی هم شد. خیلی بیشوره. دیوار کوتاه‌تر و مظلوم‌تر از این گیر نیاوردین آخه. خیلی بیشورین. من واقعا خیلی. بانو در حال حمام میباشد. این دقیقا احساس میکنم اون صحنه هاست که یکی زرتی میاد تو میگه چی داری میبینی؟ داری چی کار میکنی؟ وای خدا، قند اصل منو اخراج کردن، قند اصل زخمی کردن. فکر کن تو یه روز اخراج بشی، زخمی بشی، حالا بعدا میفهمید ارتباطش با این دختره، اون رو مخم بیاد جلوتون تر بزنه تو اعصابتون. این یکی از این یکی از اون کاراکترهایی که به شدت رو مخ منه و من اصلا ازش خوشم نمیاد. بیرا بیشور، دستش زخمی کوری. ببین قشنگ تیپیکالش این پسر خوب خوشگل جذاباتی که همیشه هم دعوا میکنن زخمی میشن، این فقط کراش، این دوست داری بگیری. تو خونهشون هم با پاشنه بلند را میره، از اوناست که اصلا دلم نمیخواد همسایه پایینیشون باشم. دیوانه میشی. همش تلق و طلوق. عجب خونه ای داره دهن سرویس. وای خیلی خوب شد. زاییدی که زایید رید، یعنی باید یه کار بکنم. یعنی ببین بدبخت اصلا شانس نداره. نگاه این چطور خدا با اون دست زخمیش اخراج شده اونجوری اینجوری. وای فقط خفه شو. این پیامایی که می‌نویسه رو خیلی دوست دارم. پیام کوچولوش خیلی خوبه. تیپیکال سری کره هم اینه، همه از زمانای 2000 سال پیش سرنوشت جلوی هم قرارشون میده. وای الان جرش میده لابد. چون بیچاره
بیچاره هنوز گیر کرده تو زندگی قبلش از سنن باباش، مامان باباش. 그한테 뒤에 누가 진짜 좋은 거야? 누가 진짜 좋은 거라고 나는 생각해. 누나, 이 고대한 환자분 이번에 수술시게 되시면 진짜 위험할 수도 있어. 지금처럼 인지 기능이나 무서운 수술 그게 딸인 줄 알겠다. 진짜 그러지. 네가 고대한 병이라 내가 니네 누나 따를게. 동의해주면 나도 여기 좀 있으면 사인할게. 능력만 연습생. 언제 한번 놀러가서 확인할 거야. پس آخرش امضاش کرد. خیلی رو مخشه درکش میکنم. منم یادم اینجوری رو دورم بود دیوانه میشدم. 정신병동 보호자장 딱 10년 연구 두피만으로 마침내 나오신다. 오바수가. 새끼야. 되게. چی شده؟ 너 부자한테 머리 깎아 맞은 거 아니야? امضا. وای راست میگه، امضا چرا میگه. وای به اونم مگه میشه؟ وای او میخوان فیک کنن. میخوان فیک کنن حرف زدن منو، میخوان جل کنن. نمیدونم. وای به نظرم میفهمه. اوه چقدر بابا زنی که مرتی که دسته زخمیه. ای خدا. چرا؟ خیلی خندش خوشگله. وای خدای قیافشه. تو چش گنده. 조커 닮았어. 조커. 눈이 이렇게 슬픈데 꼬리 이렇게 올라간 게. 닮았어. خیلی کول چست. من اینو خیلی دوستش دارم. اصلا دارم نمیتونمش. الان میفهمم. حالا ابچی برگر میده تو صورتت. میگه اینکه خودش چیز. دیدی گفتم میفهمه. وای 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 چه داستانی شد. میدونی این خیلی سخته اصلا، خیلی یعنی باید 너희 서점 갈까? 공룡대백과사 갈까? 그거 가고 싶어 했잖아. حالا مگه میتونی جمعش کنی دیگه. به نظرم کاش میگفتش که نتونست امضا، ولی اون چیزا بهش میگفت بدقول یا چیزی، ولی از دور گفتن بدتره. بهتره. وای 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 وای.
ای خدا ای خدا. وای کتابش رو با خودش برده اون تو خوابیده. ای خدا. خونهشون یه چوسستا، ولی با این حال اون مثلا اون فضای سیف اسپیس نقطه امن خاص خودشو داره که باید هم داشته باشه. میدونی چی میگم؟ یکی اون کمد لباس دایناسوری است، یکی اینجایی که اینجوریه. چرا باید این پسر قشنگ من انقدر زجر بکشه تو زندگی آخه؟ 소녀는 오늘도 끔찍한 악몽에서 깨어났어요. 잊고 싶은 과거에 났던 기억들이 매일 밤마다 꿈속에 다시 나타나서 소녀는 계속해서 괴롭혔죠. 세월이 흘러 어릴 때 소녀는 더 이상 악몽을 꾸진 않았지만 어찌됐든 이제 조금 더 행복해지지 않았어요. ارزم به حضورتون که 드디어 마녀가 다시 그 앞에 모습이 드러나자 그는 원망하는 목소리를 외쳤어요. آقا این آهنگر من نمیتونم. 씌워줬는데 왜난 행복해지지 못한 거죠? 그러자 마녀는 약속대로 그의 영혼을 거두며 이렇게 말했어요. 아프고 고통스러웠던 기억. احتمالا به خاطر آهنگ بکش باید کامل این تیکه رو سکوت کنم براتون، میوت کنم چون یوتیوب کپی رایت میزنم. 머리를 감고 누웠었던 기억. 그런 기억들을 가슴 한구석에 품고 살아가는 자만이 더 강해지고 뜨거워지고 더 유연해질 수가 있지. 행복은 그렇지만이 존재하는 거야. اوه باز کابوس دید. خدایا چقدر سخته خدا. اوه 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 اوه. بانو اعصاب نداره بچه. ببخشید من انقدر دماغمو میکشم بالا. دستمالم نزدیکم نیستم تا پشم برم بیارمش. عاشق پارک کردنشم. تیپیکال به یه ورم هم نیست ملت چی کار میکننه. بانو آتشین وارد میشود. عاشق این تیپ زنام، یعنی اینجوری میاد تو همه وحشت میکنن. واسه من وای 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 وای. من پشمام ریخته میترسم ازش، چه برسه به بقیه. شهلام که اینجاست و
와우. بچه 그럼 뭐하러 왔어? 돈도 아니고 몸도 아니고 뭐 뜯어먹게. میشه یه کتاب با یه امضا ببرم؟ 가능하다면 امضا تو داشته باشه. 당신을 한번 더 که امضا تو بگیرم؟ ها؟ 다시 한번 확인해보고 싶고 بی خیال بابا. 당신이 جان جلالت بی خیال. 그게 누군데? تو الانم میشناسی. 민주를 고생한 사람. بک استوری داریم. اینا داستان داشتن از قبل با هم. 용기가 전혀 없는 그런 여자. بچه ها فیلم و سریال رو با هدفون که میبینید یه تجربه بی نظیر دیگه ای هستن. صدای رو آخر مخصوصا. من الان قبلی سری پیش فقط همینجوری با صدای باز میدیدم، ولی الان دارم با هدفون میرم کاملا یه تجربه دیگه است. ای خدا، تو از بچگی عاشق این بودی؟ بچگیش هم کیوت بوده مرتیکه. 좋아했어. دروغ نگو، ولمون کن. تموم شد دیگه، نمیتونم این سریال رو ببینم. بچه ها 15 قسمت بعدی و وای، من قسمت بعدش انقدر دوست دارم. خیلی قسمت بعدش قشنگه. ای خدا. وای وای وای، خیلی قشنگه. اصلا دارم نمیتونمش. خیلی قشنگه. خب بچه ها جون، اینم از قسمت 1 سریال اوکی اگه اوکی نباشی. خیلی خوب بود، هم موفق شد کلی منو بخندونه. صحنه عاشقانه داشتیم، اشکم هم در اومد. اشکم به خاطر آهنگش در اومد، چون آهنگشو خیلی جلوتر جاهای وحشتناکی استفاده میکنه و اصلا مغزم انگار اینجور شده که این آهنگو شنید بعد ترپی اشکم در بیاد. خلاصه اینکه امیدوارم شما هم لذت برده باشین از این سریال. از ریاکشن منم خوشتون اومده باشه. تو کامنت ها بهم بگین نظرتون راجع به این قسمت چی بود و اگه اون تیکه آخرش میدونید داستان کامل چی بود و بهم بگید. و خلاصه اینکه لایک و شیر و سابسکرایب و کامنت و از این چیزا هم یادتون نره. و من شما رو تو قسمت بعدی ویدیو که احتمالاً ریاکت به قسمت 2 همین سریاله میبینم. پس فعلا خدافظ.